شما عزت قرآن بکنی، خدمت قرآن بکنی. ای عالم، ای حافظ، امیم رمضان آمده نیست با قوم تعهد تو که قرآن کریم یک جز میخوانم، یک جز میخوانم، مرتل میخوانم، 1 روپه و 16 فیلم از پیشتان تمگار نیستم به خاطر رضای الله. باز میبینی که عزت الله چه قسم پشت سرت میاد. شما مسئولیت داری عزیزا. این قرآن کتاب کلگی ماست. اگر میخوایم که هم در دنیا و هم در آخرت سرفراز باشیم، عمر رضی الله عنه که میگه که اما ان نبیکم قال ان الله یرفع بهذا اقواما و یضع به آخرین. ما تشریع حدیث عثمان که در سر زبان هر کس است که خیرکم من تعلم القرآن. کلمه تعلمه چی مفهوم داره؟ تعلمه یتعلم تعلما باب تفاعل است. علما میدانه که تکلف دو است، وقت خود مصرف میکنه برای فهم قرآن. ابن عمر رضی الله عنه 8 سال تیر کرده صرف در تعلیم سوره بقره. عمر رضی الله عنه 12 سال در تعلیم سوره بقره تیر کرده. ما تو کدام روز سوره فاتحه را فهمیدیم؟ رفتیم در پیش عالم نشستیم که چی مطلب و معنا داره وقتی که در نماز در حرکت نماز خود میخوانیم. الله متعال توفیق نصیب بکنه بعد از او بیدار شوید، فریب نخوریم. کسی که از قرآن تو را منع میکنه به عنوانها و صورتهای مختلف، بدانی که ریشش با امرای استعمار کفر و یهود و نصارا است. حتما تو باید با قرآن چنگ بزنی.